سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من کالا فادرم. اومدیم با آموزش ساخت کلا ادیت اسکلتی. اومدیم با آموزش ادیت اسکلتی. شما میریم وارد اینشات، واردش میشین، میزنین روی ویدیو جدید رو میزنین و خب ویدیویی که میخواین و عکسایی که میخواین رو انتخاب میکنین. مثلا الان این عکس رو انتخاب میکنم و الان عکسی که وارد شد مثلا مثل ویدیوی خودم قطعا دیدین دیگه تو شورت ویدیو. مثلا قبلش میگم کدوم گام بیاد دستت عالیه برات رنده میکنی این حرف. یه دونه این به اضافه قرمز هست سمت چپ صفحه، اینو که بزنی ویدیو عکس رو انتخاب میکنی، میایم بالای خالی تیکو میزنی و تایمشو جوری که میخوای چیزش میکنی، اوکیش میکنی. میذارم روی 12 ثانیه. میزنی روی گزینه متن و متن دوباره متنی که میخواین رو وارد بکنی. مثلا آموزش ادیت اسکلتی. اوکی. اینا تو ته این صفحه سیاه میارین و کارتون که تمام شد این تیکه رو میزنین. تیکو که زدین میون توی این بخش. حالا چیکار میکنین که صفحه سیاه‌سفید چه بلرزه و اون اسکلت بیاد روی صفحه؟ میاین میزنین روی گزینه فیلتر، دوباره فیلتر و اینجا رنگی که میخواین رو انتخاب میکنین. من این سیاه‌سفید دارک میزنین، دوباره میریم بعدی فیلتر دارک، بعدی فیلتر و دارک، فیلتر دارک، فیلتر و دارک، فیلتر دارک. همه حالا رنگی میخوان تا جایی که میخوان سیاه سفید میکنن عکستون رو. چقدر زیلوته با کیفیته. و این اینجا چیکار میکنین؟ میزنی همونجا که هستین، اثر رو میزنی و اثری که میخواین رو انتخاب میکنی. مثلا 1000 تا اثر داره، گلیچو داره، اینم داره که من اینو بیشتر میذارم و یه ذره این خطابیه کم زیاد کنه خیلی میلرزه، کم کنی کمتر میلرزه. مثلا خیلی نلرزه الان خوب. و اثر رو تا جایی که میخواین شروعش میذاری تا جایی که میخواین تموم بشه میکشی. مثلا من همیشه میذارم تا همین ته باشه دیگه. بعد میان یه دونه این تیکر که زدی برچسب رو انتخاب میکنی، دوباره برچسب و میان اینجا اسکلت رو میاری. حالا اندازه شما چقدر میخواین درست و از جایی که میخواین شروع کنید تا جایی که میخواین تموم بشه و این میشه نتیجهش. آموزش ادیت اسکلتی و این میشه نتیجهش. گفتم حالا لرزشش رو چقدر جوری که میخواین چیزش میکنین. چی میگن؟ تا جایی که میخواین بلرزه، میخواین زیاد بلرزه کم بلرزه با اون خطابی اوکیش و تیکو میزنین و حالا میخواین آهنگ دارم هر آهنگی هم که میخواین بزنین این گزینه ها اینجا یه داره تکون میخوره میکشین تا راست یه دونه مونده با آخر. صوتو میزنین موسیقی من
و حالا آهنگی که میخوایم من اینو بذارم. تو ویدیو فکر کنم نیفته، خودتون میدونید تو ویدیو نمیفته به احتمال زیاد. خب چه آهنگ؟ خب و دوباره آخرش هم مثلا یه دونه ویدیو عکس هم بله میزنی، خالی رو میزنی و مثلا مت مثلا و لایک ساسیالا بین لایک و اینو یه ذره اندازش کوچیک برچسب تمام. فکر کنم صدا آهنگ تو ویدیو نیست. دیگه خودتونم با آهنگ هماهنگش کن. و کارتون که تمام شد روی صادرات میزنی و اینجا وضوع میتونی کیفیتش رو انتخاب کنی. من 80 نسبت فیلم که CFPS خوبه، همون خودش اونجوری که خودش گذاشته. فرمت هم که MP4 و صادرات رو میزنی. از ذخیره شده رو یه بار میزنید روش دیگه. برای کسی که میخوام بفرستین سایر رو خودتون دیگه میدونید. و تا ویدیوی بعد فعلا بای بای. لایک و سابیتون نره. فعلا پیس اوت.